این باتری که میبینی باتری اتمیه، مثلا کنارش هم اگر نشان بدی مارک اوربیتال. خب دوباره روش، خب اگر نگاه کنیم باتری مثلا اتمیه. بعد یه فیلمی دیدم توی اینترنت زده بود که باتری اتمیا همه تقلبی هن و باتری اسیدی هن. روشان زدن که مثلا do not open، که باز نکنید و اینا، که باتری مثلا اتمه. این قاب با سشوار گرم کردم، بعد باز کردم ببینم آیا واقعا همچین چیزی هست و با صحنه مواجه شدم، باور نکردنی. بله، باتری اسیدیه و توی خانه هاشم شما اسید بریزین و عمر باتری حداقل 5 سال میشه. اینا به ما نمیگن